سلام و درود دوستان، خوش آمدین به ویدیو. امروز قرار بریم با این فوتبال بریم بازی، بخشی دفش موبایل بریم بازی کنیم. شما تنها کاری که لازم انجام بده اینه که چنل ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و زنگوله فعال کنید تا هر وقت خود جدید گذاشتین شما اولین نفر باشید که اون ویدیو رو میبینید. زیاد وقتتون نمیگیرم، بریم سراغ بازی. حتی یه ترکیب میخوام بهتون نشون بدم، اصلا پشریزون نگاه ترکیب رو فقط نگاه کنید. اپارت قبلی افسی موبایل ترکیبم خیلی بهتر شد. کافو 103 در زمان شد، دلسای 105، دفاع 110، بلینگام 104 از جمله اینجور چیزا. بازیکن 100، موسیلا 103، بارکولا 102، بارنس 106، ریوالدو 85 که چیز ما نمید. حالا این رونمایی از ترکیبم بود. ببینیم میتونیم سکه جمع کنه بریم جمع کنه بریم ترکیب بزن. گیران رو 500 تایی بود گوش که 500 تایی قدیم بود گوش بلک فرایدی هم داره نداره بچی که میخوام حالا وقت داره میگیرم. رنچ هم خیلی رفته بالا. ژاوی 103 رو داشت. ژاوی 103 رایگانه میشه بیاد رانم داره تو داشت. بچه بیشتر شورت ویدیو دوستان یا لاین ویدیو. یه پارت درباره ای فوتبال گرفتم، اصلا بازی شد 2-2، من کردم بازی 3-3، یه خوشحالی گلی رفت بازی کنم، اصلا پشمام ریخت. انقدرم طولانی شد ندونستم ویدیو رو بزنم تو چنلم. منم تغییرش کنم به شورت ویدیو، خیلی باید ادیت بزنم ندونست. بچه تو کنجا برسید طرفدار چه گیمی هستین؟ حدن چنل آپارات رو دنبال درسته تو چنل آپارات رو ویدیو نمیذارم. دولم خورده این تشکر بازیکن لایو منطقیه. بازیکن 110 کاپیتان اوورال 110 لایه میخوره. بازیکن اوورال 94 گل میزنه. مشکل از بازیکن نیست، مشکل از خودم و پینگم. پینگم از 49 بره رو 101. منطق ترین چیزی که میتونستم بگم. چه کامبت میزنم واقعا داشتم صحبت میکردم مشکل از خودم.
چه گل خوشگل زد. بگو بازی‌های آسیایی دارم بازی‌های آسیایی بانکوک 1370 رو میبینم. ایران و ازبکستان. من گل صفر اینجا چون کامبک دادم. خواهش میکنم ازتون چنل هم ساب کن. خواهش میکنم. این همه دارم براتون زحمت میکشم. خواهش میکنم. من 2 تا ویدیو گرفتم. تایم زیادش نتونستم آپلود کنم. نت هم نمیکشید. با این دیوایس 6 تومنی ویدیو میگیرم. من از پشتوار نتونستم بزنم. چیز اومد، تعویضی اومد. اون دکتر تعویضی حواسم نمیشه. کافان خیلی خوبه این کارتش سلسه. بچه میخوام براتون آنباکس چیزم بزنم. چون 206 تو محله ما هنوز نیومده. اومده یه مغازه. اون خیلی مسیرش تو محله ما. خیلی مسیرش حالا موقعیت سمت هست که تیر رو دروازه زدم. آفسایدم شد. آفسایدم نبود. بازیکنم کافو گرفته بود. داره چیکار میکنه؟ بالا داره برگردون میزنه. معلوم نداره چیکار. 1 دقیقه وقت اضافه. تماشا بره دیگه تا نداره. بردیم این بازی هم با نتیجه 3-1. یه کامبک برسایی هم زدیم. از 3 تا شدم 3 تاشم تو چارچوب 3 تاشم گل شد. رنگم رفت بالا. چه چیزایی دارم. چند تا باز کنه علنو بزنگید. ببینیم رنگ بعدی همون چی میده. رنگ بعد چی نمیده تا برسیم به پرو آخر. بولد کلاس هم هیچی بهمون نمیده. بولد کلاس آخری بازیکن 109 میده. لژندری هم 106 تا 115 میده. بچه ها امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. این ترکیبم این دوست داشته حتما چنلم ساب کنین. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دوستتون دارم. خدافظ. میرم.